میشناسه شما میتونید از پیج استفاده کنین که باز پیج بعضی یک ویژگی داره که پروفایل عادی یک شخص عادی نداره. مثلا در پیج شما میتونید چک کنین که امی کسایی که صفحه شما را دیدن کردن بین کدام سنین هستن، از کدام موقع جغرافیایی شما را دیدن. نامزد شکیبا تیموری کیست؟ در کجا زندگی می کند و چه طور با شکیبا جان آشنا شده که فعلا با هم نامزد شده است؟ سلام و درود به شما همراهان عزیز. ما در این ویدیو در مورد نامزد شکیبا تیموری می پردازیم که چگونه یک شخص است، آیا افغان است یا خیر. قبل از ادامه کانال افغان سلبریتی را سابسکرایب نموده علامه زنگ را فشار دهید. شکیبا تیموری دختری که بیش از هزارها فالوور دارد در این اواخر نامزد شده است. او بعد از سقوط حکومت به کانادا مهاجرت در همان جا محفل نامزدی خود را برگزار کرد. در اول چهره نامزد خود را نشان نداد و دلیل آن را تا هنوز برملا نکرده، اما یک روز پیش چهره نامزد خود را نمایان ساخت، اما در موردش چیزی ننوشت. ما با کوشش های زیاد توانستیم که هویت نامزد شکیبا را مشخص نماییم. شکیبا جان تیموری با یک پسر افغان به نام عزیزالله روشنگر نامزد شده است که عزیزالله جان هم اهل هرات باستان می باشد. آقای روشنگر فارغ رشته اداره و تجارت پوهنتون کاردان می باشد که در سال 2017 تحصیلات خود را به اتمام رسانیده است و عزیزالله جان از سال 2017 تا سال 2021 در موبی گروپ در شبکه طلوع کار نموده است که در همانجا با خانم شکیبا تیموری آشنا و بعداً هر دو در کانادا نامزد شدند. به هر حال ما به این جوری زیبا آرزوی خوشبختی می کنیم و امید که با هم به زودی عروسی نمایند. سپاس فراوان از شما عزیزان هم که تا حال بیننده برنامه ما بودید. در اخیر لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنید. در هر جایی که هستین خوش و خندان باشین. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.